اینا طبیب ها هستن، دکتر ها هستن. طب سنتی مشاغل خانگی برای هنری چنین من راست شما چند ساله هستی تو؟ باید شما چند ساله؟ سال تو چند؟ ترتیب سنتون رو بگید. شما چند ساله هستی؟ 50 سالم. میخواید 150 سال رو میدونید؟ نه شما خودش مشکل این برختر این جهان رو پدرو نیست. میخواید 100 سال بینید؟ انشالله. ما برنامه ساز کردگی نیتی ناز نسبی دولت اگر شما اینجا برنامه مونید که 100 سال اون بینید حرکت کنید عمری دراز میبینید یکی گوید که ما میفهمم حتما میفهمم سخن گاهی گزد مانند آرو سخن گاهی گزد مانند آرو سخن گاهی بگیرد جای دارو هر اون زخمی که از تیغ زبان است دوایش هم سخنهای روان است اولی بسیار وقتش گفته بود علمی تیپ سه شاخه دارد سخن تیپ بیان دیگر هیچی نیست اینا آموزش تو کردن نکن شما اگر خواهید یک سه یاد گیرید اول باید طبیب خودش سالم باشه حالا نزد من بسیار علما میگم دیدی که طبیب بیمار باشه نزد وای نره نه طبیب خوب میشد خودش ناز میکرد من دو بار هفتگی هستم اون دنیا با خودم ناز کردم من بسیار بیماری‌های در طولم گذروندم مثلا بیماری مالاریا هست بیزگار میگم در طول میلرزون اشکا حرارت 40 میگم ساتوریسه نمیگم نوازها کلینگ بود لیوریت شوش بود همه بیماری‌های بواسطه که دانش داشتم خودم ناز کردم امروز دانش رو میخوام آدم‌ها آموزش سوال هست برنامه دیگر کن برادر بفرمایید بشینید نه که ما شینیم بعد وقت زیاد اگه سوالات باشد ما جواب میدیم من 3-4 روز اینجا هستم اگر بین شما بعضی خواهید من میتونم آموزش دهم آموزشی من پولکی هست بی پول نیست چون که بی پول شما کلیتمو نمیگیرد پول که دادید میگید من پول دادم باید چیز یاد گیرم مثلا یک ویزیتی من در مسکو نزد من $200 میشه آدم‌ها مبلغ میتید میدرود میگه من پول دادم باید نقد شوم ما هم آموزشایی که به شما میدیم از شما پول میگیریم من از شما بگیرم آموزش نمیگیرم چون که شما سطح دانشتون پس هست شما از کجا میدونید پس هست؟ من علاقه از چشمتون میدونم از پیشونتون میدونم از سوالی که دادم که شما برق مردنی هستید از همین فهمیدم ما 70 تا کتاب نوشتم دیگه 2000 مرده چاپ کرد دیگه سنتون چقدره؟ 175 شما 175 سالتونه؟ خب چند تا کتاب نوشتین؟ 70 تا کتاب 70 تا. من سنم 50 ساله یعنی کمتر از 1/3 شماست. اون وقت 35 تا کتاب نوشتم. کتاب در کدوم موضوع نوشتین؟ چی؟ در کدوم موضوع؟ در رابطه با مدیریت. مدیریت در کار نیست که با ما فقط سلامتی در کار هست بلندتری کلی این سالم بودن است مدیریت شما چیکار میکنه؟ پول گیر میکنه مدیریت ما همین کاری میکنه که شما بیا اینجا $100 از ما